بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب انشاءالله در درس امروزه ما این بخش را به انتها میرسانیم، وقت‌های مستحبی نمازها، و بعداً به وقت‌های مکروه میگذاریم و کوشش میکنیم که باب ازان را هم امروز به انتها رسانیم. مؤلف میگوید و یستحب الاسفار بالفجر للرجال. در تمام این قسمت در مورد وقت‌های مستحب نمازها سخن میگوید که و مستحب هست اسفار، یعنی خواندن نماز صبح در وقتی که آسمان کمتر روشن شده باشد برای مردان. اگر شما اهمیت داده باشید، اگر اهمیت نداده باشید و تجربه ندارید، از شما خواهش میکنم که از حاضر تجربه کردن رو سر کنید. چون که من در دولت شما نیستم، یعنی در روسیه، در تاجیکستان نیستم. کم ترک یک دولت از دیگر دولت فرق میکند، یعنی از جهتی کی روشن می شود، کی تاریک می شود و ساعتهایش هم کم ترک دیگر می باشد، سایه هایش هم دیگر می باشد. شما خودتون برای خودتون تجربه کنید. خب اگر شاگردان دولتی خودم می بودید، من کمک برای شما زیادتر می توانستم که از جهت عملی بفهمونم، اما نمی توانم چون که در اینجا نیستید. برای همین برای خود تجربه کنید تمام این ساعت ها و سایه ها و وقت ها رو، هم در ماه زمستان و تابستان. مثلا من برای شما گفتم که در ماهای تابستان آفتاب همین دوری که میزند یا بالا، یعنی طلوع و غروبی که میکند بلندتر میرود و بالای زمین یا بالای همون قسمتی، همون کنج زمین بگوییم، همون قسمتی دولت، یعنی طلوع شدن و غروب شدنش بلندتر هست، اما در وقت زمستان کوتاه‌تر هست. از این سبب است که روشنی خیلی کوتاه می باشد در زمستان و خیلی دراز می باشد در تابستان و خیلی گرم هم می باشد. به هر حال این چیزها رو باید خودتون تجربه کنید. و سایه از جهتی شمال و جنوب وابسته به ماهای زمستان و تابستان فرق میکند. بعد وابسته به طلوع و غروب، بعد سایه هر روز البته از یک طرف به دیگر طرف می رود، اما همون آیا به طرف جنوب میل دارد یا شمال، این وابسته به ماهایش هست. خب به هر حال میگوید که وقتی مستحب نماز فجر این وقتی اسفار هست، نه اینکه غلس. این به مقابل غلس می باشه، چون که در احادیث دو وقت می آید: وقتی تاریکی فجر غلس و وقتی اسفار روشنی. اگر در ویدیو قبلی اهمیت داده بودید، وقتی که فجر آغاز می یابد، البته همان روشنی که به طور افقی یا در پهنایی که میگوییم پهن که می شود موجود هست، نمایان می گردد، اما بالایش تاریک هست. باز هم درخت ها، راه ها تاریک معلوم می شود. اما وقتی فجر که ادامه داد به مرور وقت همان پوره مکان و پوره همان آسمان روشنتر می گردد، تاریکی بالاتر می رود و روشنی که از در افق هست بالاتر می آید. از چی سبب؟ البته از سببی که آفتاب یعنی درجهش بالاتر و بالاتر شده ایستاده است. خب پس وقتی مستحب فجر وقتی اسفار می باشد برای مردان، یعنی که برای زنان تمام این، یعنی اکثر این وقتهایی که در اینجا توصیه داده می شوند و مستحب گفته می شوند، این برای مردان می باشد در وقت جماعت مخصوصا. و برای زنان عموما از جهت فقه این توصیه داده می شود، این مصلحت رو داده می شود که زنها از سببی که در خانه می باشند، جماعت نیست. جماعت یک ترتیب خوب هست، یک نظام خوب هست که انسان رو مجبور می سازد و به ترتیب می درآورد. انسان رو یک روتین می دهد، یک ترتیب روزانه می دهد و مجبور می سازد که به مسجد در وقتش حاضر شود و نماز خود را ادا کند. اما زنها چون که در خانه می باشند، اطفال دار می باشند و طعام می پزند و یعنی لباس می شویند و غیره و غیره، یعنی حیوانات را نگاه بینی می کنند و غیره، از سبب مشغولیت های خیلی زیاد زنها بعضی وقت می توانند که نماز خود را تأخیر دهند یا فراموش کنند. از این سبب برای زنها عموما از جهت فقه حنفی این مصلحت را داده می شود که نماز خود را در اولی وقت، همین که نماز داخل شد، نماز خود را بخوانند تا اینکه نه فراموش شود، نه مثلا حیضشون آغاز شود و نه مثلا تأخیر دهند از سبب مشغولیت ها و فراموشی یا اینکه ضرورت ها. فهمیدید؟
و عموما برای فجر گفته می شود که زنها باید در وقت تاریکی بخوانند، برای آن که برایشان استر هست، یعنی که زیادتر ستردار هست یا زیادتر یعنی پوشیده می باشد. برای همین یعنی تصور کنید تمام زمین رو، تمام دولت ها رو، البته بعضی شمایان در دهه ها زندگی میکنید یا میکردید یا بعضی وقت میروید، شما این رو میدونید که در دهه ها، در قشلاق ها مردم از همان خانه خود، از چهار دیوال خود بیرون میبرویند برای طهارت کردن، نزد نهر میروند یا نزد چاه میروند برای آب کشی و بعضی وقت از گردشان شاید که کسانی که راهگذر باشند، کسانی که از خانهشون بیرون باشند، شاید آنها رو ببینند. برای همین براشون استر هست، یعنی حجاب دارتر هست، محکمتر هست، پوشیده تر هست که آنها در وقت تاریکی، در وقت اولی فجر نماز خود را ادا کنند. و برای مردان البته کمک تأخیر دادن فجر وقتی مستحبش هست، برای آن که زیادتر مردم میتوانند که از خواب بیدار شوند، آماده شوند، حاضر شوند در مسجد و با جماعت نماز خود را ادا کنند. و البته چطوری که برای هر مسئله من میگویم، برای این دلیل حدیث هست که پیامبر که وقتی اسفار رو بالای وقتی غلس ترجیح میدهد. و بعدا میگوید والابراد بالظهر فی الصیف، تأخیر دادن نماز ظهر در ماه تابستان، و تعجیله فی الشتاء الا فی یوم غیم، و تعجیل دادن آن یعنی که زود خواندن آن در ماهای زمستان مگر در روزی ابرناک، فیؤخر فیه، که در آن روز تأخیر داده می شود. البته شما این رو شاید خوب درک کنید که در ماهای که در تابستان عموما هوا خیلی گرم می باشد، در وقتی زوال رو الکی شما باید بدانید، همین که آفتاب از استوایش از میانه آسمان مایل که کرد وقتی ظهر که آغاز یافت، خیلی آفتاب شدید می باشد، خیلی گرمیش سخت می باشد و از این سبب کم ترک هوا را یا اینکه باد هوا را یا آسمان را خنک کردن، کم ترک سرد کردن. ابراد یعنی سرد کردن، یعنی که تأخیر دادن نماز تا وقتی که کم ترک باد هوا سردتر شود، خنکتر شود یا همون گرمی پخشتر شود. فهمیدید؟ از برد، این کلمه از برد هست، یعنی که انتظار شدن و تأخیر دادن نماز ظهر کم ترک تا اینکه همون هوای گرم کمتر شود در تابستان. و به زودی خواندن، همین که وقتش در آمد به زودی خواندن در زمستان، مگر اگر روزی ابرناک باشد. برای چی؟ برای اون که اگر روزی ابرناک باشد انسان کم ترک تأخیر بدهد بهتر است تا اینکه در وقت نماز در وقت درست نمازش را ادا کنند، نخست در وقت زوال یا پیش از وقت در آمدن وقتش ادا نکند. و تأخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، و تأخیر دادن نماز عصر تا وقتی که آفتاب رنگش تبدیل نشود، تغییر نیابد. و برای این من برای شما یک تصویر نشان داده بودم که تأخیر دادن آفتاب چی معنا دارد. وقتی که آفتاب در آسمان پست می شود و زرد می گردد، با این شکل که نظر کردن با آفتاب با آسانی یعنی ممکن می شود. در این حالت چی می شود؟ وقتی مکروه عصر داخل می شود. پس عصر را کمتر تأخیر دادن، اما نه تا آن درجه که وقتی مکروهش داخل شود، این وقتی مستحبش حساب می شود. و تعجیله فی یوم الغیم، و البته به زودی خواندن در اولی وقتش خواندن در روزی ابرناک، تا اینکه انسان ناخست زیادی بعد دیر نکند، چون که آسمان ابرناک می باشد، احتمال هست که از سبب ابرها نتواند که تغییر شدن آفتاب رو ببیند یا اهمیت دهد. از این سبب عجله کردن در روز ابرناک بهتر هست. و تعجیل المغرب الا فی یوم الغیم فیؤخر فیه، و تعجیل یعنی عجله کردن مغرب، مگر یعنی عموما نماز مغرب رو عجله کردن و در وقت اولش همین که از آن شد خواندن، این وقتی مستحبش حساب می شود، مگر در روزی ابرناک کمی تأخیر دادن بهتر هست، مستحب هست، پسندیده هست، تا اینکه انسان ناخواست چی نکند، ناخواست در وقتی غروب نخواند. اهمیت دادن که در کدام وقتها تعجیل دادن در روزی ابری
مستحب هست، مخصوصا در همان وقت‌هایی که پیش از در آمدن وقت مکروه موجود هست. مثلا وقتی زوال که گذشته ملکه، وقتی غروب آفتاب. در این برای آن که انسان از این وقت‌ها پرهیز کند و از این وقت‌ها خود را دور نگه دارد و در وقت مکروه نماز نگذارد، کم ترک چی کردن؟ تأخیر دادن بهتر هست تا اینکه انیق کند که آفتاب یا در وقت زوال نیست یا در وقت غروب نیست. خب برای همین عموما مغرب را عجله کردن بهتر هست، مگر در روزی ابری که در آن روز باید کم ترک تأخیر دهد. اما در آخر من چند چیزها رو انشالله برای شما واضح میسازم. یکیش همین هست که اگر انسان آسمان رو خوب بلد نباشد و از راه جدول نمازی یا از راه اذان مسجد یا از راه یگان گویم که وقتهایی که در تلفنش موجود می باشد از یگان مسجد میتواند که آنها رو یعنی میتواند که طبق آنها نماز خود را گذراند. اگر از آسمان و از شکل‌های ابر و سایه و غیره بلد نباشد. و عموما البته مسجدها و چندین تا همین پروگرامه هایی که در تلفن می باشد، اگر البته پروگرامه های خوب باشد، اینها یعنی پیش از آن که وقت‌های نماز رو تعیین کنند، آنها جستجو میکنند، اجتهاد میکنند، یعنی تحقیقات پیش میبرند، بیرون میروند و با همون منطقه خود، با دولت خود، با شکل‌های ابرها و شکل‌های سایه‌ها و آسمان خیلی خود را بلد میکنند پیش از آن که برای نمازها، مخصوصا برای نماز جماعت وقت تعیین میکنند. برای همین با آنها باوری کردن و آنها رو پیروی کردن باکی ندارد، مخصوصا برای کسی که شاگرد باشد، نوآموز باشد یا نفهمد. و تأخیر العشاء الى ثلث اللیل، تأخیر دادن عشاء تا نصف شب، بخشش تا سوم قسمت شب، تا آخری، گوش کنید، تا پایانی سوم اول شب، تا پایانی سوم اول شب تأخیر دادن نماز عشاء و عجله کردن در روز ابرناک. اکنون اینش چی معنا دارد؟ من برای شما از جهت عملی میفهمونم، خوب گوش کنید، نویسید. عموما از جهت فقه وقتی که شب در گفتگو می آید، در مورد وقتهای شب یا نماز شب، وقتی که گفتگو می رود، نماز عشاء، وتر و نماز تهجد، شب به 3 قسم تقسیم کرده می شود. اکنون این 3 قسم را ما چگونه باید بفهمیم؟ شب شرعی عموما از نماز مغرب ابتدا می کند، سر می شود تا نماز فجر. برای همین شما این گونه می توانید بکنید که از وقت نماز مغرب حساب کنید تا نماز فجر چند ساعت می شود و بعدا تمام این ساعت ها رو به 3 قسم تقسیم کنید و همون سوم یا همون اولین سومین قسمی شب آخری ثلث اللیل می شود. مثلا من برای شما یک مثال می دهم. فرض کنیم که نماز مغرب ساعتی 7 سر می شود و نماز فجر ساعتی 4. نماز مغرب ساعتی 7 اگر سر شود، یعنی که این بعد از غروب آفتاب هست. بعد از غروب آفتاب شب شرعی آغاز می یابد. پس ما از ساعتی 7 بگاه حساب می کنیم تا ساعتی 4 فجر. چی می شود؟ حساب کنید. 8 9 10 11 12 1 2 3 4. این شد 9 ساعت. 9 را اگر ما تقسیم کنیم به 3 قسم چی می شود؟ 3 ساعت. پس برای اون که ما پایانی قسمی یکمی شب رو از 3 قسم بیابیم، ما 3 ساعت رو به 7 می دهیم. یعنی که از ساعتی 7 3 ساعت که گذشت، یعنی 8 9 10، پیش از ساعتی 10 پایانی اولین قسمی شب می شود از 3 قسم. یعنی که اگر همین مثالی که من دادم، اگر همین مثال برابر بیاید، انسان برایش مستحب هست که نماز عشاء را تا پیش از ساعتی 10 یا تقریبا تا ساعتی 10 تأخیر دهد و ساعتی 10 بخواند یا ساعتی 9:30 9:45 بخواند که تا ساعتی 10 به پایان رساند. چطور این رو حساب کردیم؟
برای اون که نماز مغرب اگر ساعت 7 شود، عموما 1 ساعت پسش نماز عشاء می درآید. بله، پس با این مثالی که من دادم شاید ساعت 8 و 15 شاید نماز عشاء داخل شود. و اگر 8 و 15 8 و نیم ساعت عشاء داخل شود، تأخیر دادنش تا ساعت 9 و 45 و 10 این وقت مستحبش هست. این آخر است، آخری یا پایانی یکم 3 قسمی شب می باشد. فهمیدین؟ و عجله کردن در روز ابرناک برای آنکه انسان ناخواست دیری بد نخواند. و یستحب تأخیر الوتر الى آخر اللیل لمن یثق بالانتباه. و مستحب هست تأخیر دادن نماز وتر تا آخر شب برای کسی که یثق یعنی باوری دارد، اطمینان دارد با انتباه یعنی با تنبیه شدن یا با خیستن، بیدار شدن. این چی معنی دارد؟ آخر شب یعنی که پایانی همون 9 ساعت، یعنی که تا پیش از فجر، تا پیش از ساعت 4 تأخیر دادن برای کسی که بیدار شده میتواند و به خود باوری دارد، این مستحب است. برای چی؟ برای اون که این برایش چی میدهد؟ مهلت میدهد، وقت میدهد تا اینکه در مابین این وقت نمازهای تهجد، نفلی و غیره بخواند. فهمیدید؟ اکنون میگذاریم به وقت‌های مکروه. خب، مؤلف میگوید 3 أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. 3 وقت وجود دارد، 3 وقت هست که در آنها خواندن هیچ یک از نمازهای فرض و واجبی که پیش از آن در ذمه یعنی در شانه یک کسی واجب شدن درست نیست. 3 وقتی هست که لا يصح فيها، صحیح نیست در آن چیزی از فرائض و واجبات که لازمت که لازم گشته بودن، واجب گشته بودن در ذمه یعنی در شانه یک کسی پیش از در داخل شدن این وقت ها. دخولیها برمیگرده به 3 اوقات. کدام 3 وقت هست؟ عند طلوع الشمس الى ان ترتفع، وقتی برآمدن آفتاب تا بلند شدن آن. همین که یک کنج آفتاب نمایان میگردد تا آن که آفتاب پورا بلند شود، این 15 دقیقه تا نیم ساعت را در بر میگیرد. این در این وقت نماز خواندن مکروه است. خب، یا بعض وقت همین که خودی آفتاب پورا نمایان گرد 5 دقیقه رو در بر میگیرد. این هم مختلف یعنی اختلاف دارد و فرق میکند دولت و وابسته به دولت و یعنی ماهای زمستان و تابستان. اما خودی همون آفتاب که پورا همون دایرش نمایان گردد عموما 2 تا 5 دقیقه رو در بر میگیرد. اما پورا بگوییم که از همون سرخیش آغاز کرده تا اون که بلند شود در آسمان، این 15 دقیقه رو هم میتواند در بر گیرد. به هر حال و عند استوائها الى ان تزول، در وقت استوای آن یعنی استوای شمس، ها برمیگردد به شمس، این مؤنث سماعی هست. در وقت استوای یعنی در وقتی که آفتاب در مابین آسمان هست تا آن که میل گردد، زوال شود، تا وقتی که از مابین آفتاب میل گردد، در این وقت هم نماز خواندن مکروه است. این هم 2-3 دقیقه رو تنها در بر میگیرد. اما برای احتیاط عموما در مسجدها 5 دقیقه از این طرف میمانند، یعنی 5 دقیقه پیش از زوال میگذارند و 5 دقیقه پس از زوال میگذارند. عموما جمعا 10 دقیقه رو میگذارند، میمانند تا اینکه اگر خطا کرده باشند در حساب کتاب یا اگر ماه و از سبب ابرها یا از سبب ماهای زمستانی تابستانی اگر فرق کند، یعنی میتوانند که چی کنند، اگر خطا کرده باشند انشاءالله که درست می شود. و عند اصفرارها الى ان تغرب، و همین که آفتاب زرد گشت، اصفر اگر رنگ‌های خود را به یاد داشته باشید، اصفرار از وقتی زرد شدن آفتاب تا آن دمی که غروب شود، تا آن دمی که پورا یعنی غروب کند، در این وقت هم نماز این هم وقتی مکروه حساب می شود. و بعدا چی میگوید؟ و یصح اداء ما واجب فيها مع الكراهه، آن چیزهایی که آن نمازهایی که در همین وقتها واجب گشتند آنها را ادا کردن صحیح هست مگر با کراهت. صحیح می شود، قبول می شود، اما با کراهت.
که جنازت حضرت، به مانند جنازه‌ای که در همان وقت، در همین وقتها، در یکی از همین وقتها حاضر گردد، حاضر شود. خب یعنی که صحیح هست نماز جنازه را در همان وقت خواندن، اما انسان 5-10 دقیقه انتظار شود. البته این درست‌تر هست، این کارو باید بهتر، این کارو کند، این بهتر هست تا اینکه از وقتی یعنی مکروه خود را، یعنی از وقتی مکروه پرهیز کند. اما اگر بخواند کفایه میکند برای جنازه. و سجدتی آیت تولیت فیها، و اگر در همین یکی از این 3 وقت ها اگر یک آیت سجده را بخواند، تلاوت کند و در همان وقت بگیرد سجده کند، گرچه که مکروه هست اما قبول می شود. کما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهه، همین طور یا همچنین صحیح می گردد عصری همان روزه در وقت غروب کردن آفتاب با کراهت. یعنی که همین که آفتاب زرد شد باید که انسان یگان نمازی را نخواند، مگر تنها یک نمازی هست که در همان وقت با کراهت جایز هست. این از نمازی همان روزه. اگر عصرش را کسی نخوانده باشد، حتی که آفتاب سرخ گشته است و خیلی زیاد در آسمان پایان شده است و با افق نزدیک شده است، باز هم باید عصری همان روزه خود را بخواند. تا آن دمی که الله اکبر گفته دستای خود را یعنی الله اکبر تحریم گفته تواند، می تواند که نماز خود را یعنی به پایان رساند، گرچه که آفتاب در وقت غروب هم باشد، یعنی از افق پایان شده ایستاده باشد. این از تنها طبق فقهی حنفی اگر درست بیادم باشد. والاوقات الثلاثه، و در این 3 وقت، یعنی که اول چی گفت؟ اول مؤلف در اینجا 3 وقتی مکروه را به ما خوب بیان کرد و بعدا گفت که چی چیزها استثناء هست، یعنی که چی چیزها گرچه که مکروه هند اما باز هم قبول می شوند. اما پرهیز کردن و این نماز جنازه را یا سجده تلاوت را در این وقت نکردن، این بهتر هست، گرچه که نماز عصر را باید خوانده شود. بعدا یک چیز دیگر رو می آورد، میگوید که در این وقت عموما نفل ها رو خواندن، نماز نفلی خواندن چی حکم دارد؟ میگوید که در این وقت، در این 3 وقت تکره فیها نافله کراهه تحریم ولو کان لها سبب کالمنذور و رکعتی الطواف. اما نمازهای نفلی رو خواندن این قریب به حرام هست، کراهت تحریمی هست. یعنی که کراهت تحریمی اگر باید داشته باشه در اول از جهت اصول فقه، یعنی که از جهت گناه گرفتن یا سزاوار گناه شدن به حرام برابر هست، تنها از جهت دلیلش ضعیفتر هست. برای همین ما این را حرام نمیگوییم، اما اثباتش چون که با طریق حدیث شدگی هست یا با طریق یک دلیلی که ضعیفتر هست یا اونقدر قوی نیست از جهت دلالت و ثبوتش، برای همین ما این را کراهت تحریم میگوییم. گرچه که اگر سبب هم داشته باشد، یعنی که گرچه که اگر نماز نفلی باشد که سبب داشته باشد، یعنی که به مانندی نمازی منظور، یعنی که اگر کسی اگر نظر کرده باشد، یعنی وعده نظر اگر کسی نداند از جهت شرعی، این به مانندی وعده هست که شخص به الله سبحانه و تعالی میدهد که اگر مثلا یگان خواهش جایزش اجرا شود، برآورده شود، برای شکرگزاریش یک کاری خوب یا یک قربانی رو انجام میدهد، نماز میخواند، روزه میگیرد، این رو گفته میشود منظور یا نظر. اگر وعده داده باشد که من نماز نفل میخوانم همچون شکرگزاری برای برآورده شدنی یا برای مثلا گویم که برای خوب شدن این کار، نمیتواند در همان وقت بخواند، باید که در یک وقت دیگر بخواند. اما اگر سبب هم اینگونه سبب هم باشد، باز هم در وقتی در این 3 وقت باید نماز نفلی رو انجام ندهد، چون که کراهتی تحریم هست. و یک مثال دیگر که در اینجا پیش کرده است، 2 رکعتی طواف رو گفته است. پس از آن که انسان طواف خود را به پایان رساند، باید 2 رکعت نمازی طواف رو بخواند. اما اگر وقتی مکروه باشد باید که پرهیز کند. ادامه میدیم و در این آخران قسمت مکروهات چی میگوید؟ میگوید که عموما تنفل یعنی نفل خواندن در این وقتها و در این حالتها مکروه است. یعنی که این قسمت قبلی تنها درباره همین 3 وقت بود، 3 وقت مکروه، که در این 3 وقت مکروه چی نمازها رو خواندن مکروه هست، چی نمازها رو خواندن مکروه تحریمی هست، اما چی نمازهایش قبول می شود و یعنی و باید خوانده شود به مانند عصر همان روزه. اما این قسمت آخرانی همین بخش کراهت، همین بخش مکروه پیش از باب ازان، این درباره چی است؟ این درباره
عموما در چی حالت‌ها و کدام دیگر وقت‌ها نماز نفلی ادا کردن مکروه است درباره این است. ببینید میگوید بعد طلوع الفجر باکثر من سنته. خب با همین سه وقت کمترک آغاز میکند، بعد و دیگر چیزها داخل میشود. میگوید بعد از آن که نماز فجر داخل شود، طلوع الفجر، وقتی که نماز فجر داخل شود، طلوع فجر، این طلوع شمس نگفته است، طلوع فجر گفته است، یعنی که طلوع الفجر الصبح الصادق. پس از آن که بعد از آن که نماز فجر داخل شود، دیگر نمازهای نفلی را خواندن مکروه است زیاده از سنت‌هایش، یعنی زیاده از سنت‌های فجر. یعنی که نماز فجر وقتی که داخل شود، انسان باید که 2 رکعت سنت فجر را بخواند و خود را با دیگر نفل‌ها مشغول نکند. اگر نفل خواندنی می بود پیش از فجرش میخواند، همچون تهجد یا قیام اللیل، یعنی این درست‌تر هست، این موافق‌تر هست با وقت‌های مستحب. و بعد صلاتی و پس از نماز فجر خواندن. برای چی؟ برای اون که پس از نماز فجر گرچه که کمی فاصله هست، اما بعد از نماز فجر عموما بعد از یک چند وقت طلوع الشمس می باشد و طلوع الشمس وقتی مکروه است. برای همین پس از آن که نماز فجر خود را خواند، دیگر نفل ها را خواندن مکروه است. و بعد صلات العصری، و در اینجا در بعضی نسخه ها بین قوسک که میبینید این اشاره به دیگر نسخه هست که در بعضی نسخه های نور الایضاح این بخشش موجود هست و در بعضی دیگر نسخه ها این بخشش یا این قسمت موجود نیست، چون که هر دویش یک معلوم میشوند. پس از نماز عصر نماز نفل خواندن مکروه است و پیش از نماز مغرب، اما پس از عصر و پیش از مغرب قریب که یک وقت است. تنها میتواند که این گونه فرق کند که پس از نماز عصر اگر کسی عصر خود را در همین که وقت درآید در اولی وقتش خواند، بعداً کم ترک فاصله هست، وقتی عصر باز هم هست، وقتی عصر هست، بعد وقتی مکروه عصر داخل می شود و بعداً همان وقتی مکروه عصر پیش از مغرب حساب می شود. پس از یک جهت ما میتونیم این را 2 وقت حساب کنیم، 2 وقت جدا که در هر دو این وقت ها نماز نفل را خواندن مکروه است، یا این را میتونیم یک وقت حساب کنیم. و عند خروج الخطیب حتی یفرغ من الصلاة، و هنگامی برآمدن خطیب تا وقتی که، یعنی که وقتی که خطیب درون می شود به مسجد یا بیرون می شود از حجره خود، یعنی به طرف منبر می رود، در همان وقت یعنی به نماز نفل داخل شدن و نماز نفل خواندن مکروه است تا آن وقتی که نماز جمعه به پایان رسد، تا آن وقتی که فارغ شود از صلات، از نماز جمعه. و عند الاقامه الا بسنة الفجر، و در وقتی که اقامه گفته می شود مگر اگر سنتی فجر باشد. در وقتی اقامه با نماز نفل یعنی انسان باید خود را مشغول نکند مگر اگر سنتی فجر باشد. پس شاید به شما سوال خلق شود که اینجا سنت برای چی گفته است وقتی که این قسمت درباره نفل هست؟ بله، اما سنت ها هم از یک جهت یعنی نماز نفلی حساب می شوند. نفل مقابل فرض می باشد، این رو در نظر دارد. یعنی که اگر اقامه گفته شده ایستاده باشد، انسان بازم باید کوشش کند که سنت نماز فجر خود را ادا کند، اما دیگر نفل ها اجازت نیست. و قبل العید، و پیش از نماز عید، ولو فی المنزل، گرچه که در خانه هم باشد. خب گرچه که در خانه هم یعنی نماز خود را گذراند، این هم جایز نیست. پیش از نماز عید باید فوراً یعنی از خواب که خیست یا اینکه پس از نماز فجر که انتظار شد، باید انتظار شود برای نماز عید را بخواند پیش از یگان نفل. و بعده فی المسجد، و اگر در مسجد باشد پس از ادا کردن نماز عید باید با دیگر نفل ها مشغول نشود. و بین الجمعین فی عرفه و مزدلفه، این رو شما باید بدانید چون در بخش قبلی این هم پیش اومده بود. بین 2 نمازی که باید جمع شوند در عرفه و مزدلفه، در 2 مکان حج، بین آنها نماز نفل خواندن مکروه است. در عرفه وقتی که نمازی ظهر و عصر جمع می شود، باید ظهر خود را بخواند و بعداً باید عصر خود را بخواند. نمیتواند نماز ظهر خود را بخواند بعد نفل بخواند، با نفل مشغول شود. اگر بخواند این کراهت دارد، ناپسندیده هست. و این چنین در مزدلفه
وقتی که نمازی مغرب و عشاء رو جمع میکنند، بین آنها باید فاصله نگذارد با نمازی نفلی. و عند ضیق وقت المکتوبتی، این است دیگر حالت ها، وقتی که و هنگامی تنگ بودن وقتی نمازی فرضی، یعنی وقتی نمازی همون وقته 5 وقته اگر کم باشد، اگر تنگ باشد، انسان برایش مکروه هست، برایش ناپسندیده هست که با نمازی نفلی مشغول کند خود را. باید که فورا نمازی وقتی رو، همون 5 وقته اینه رو باید ادا کند. نمازی مکتوبه یعنی نمازی فرضی رو، نمازی نوشته شده رو، یعنی فرضی، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، باید این نمازها رو ادا کند. و مدافعت الاخبثین، یک حالت دیگری که در آن حالت نماز نفلی را خواندن مکروه است، این است هنگامی یعنی نیاز داشتن به رفع حاجت خود. هنگامی دفع کردن یعنی که هنگامی که انسان خود را میقپد، اما باید یعنی حاجت خود را پوره کند، یعنی که باید حاجت خانه را استفاده کند، هر دو یعنی برای بزرگ یا خرد باشد. در این حالتی که خود را میقپد، طهارت خود را میقپد، در این حالت باید نماز نفلی را نخواند. و حضور طعام تتاقه نفسه، و هنگامی حاضر شدن طعامی که نفسش یعنی انسان میخواهد، یعنی این دل انسان میخواهد همون طعام رو، یا انسان گرسنه هست، در این حالت باید که با نماز نفلی مشغول نشود، چون که دلش ناآرام میماند، دلش به طرف طعام، همون فکرش به طرف خوراک و طعام میرود. و ما یشغل البال و یخل بالخشوع، و این چنین میگوید که هر دیگر حالتی که انسان رو یشغل البال، یعنی که همون گویم که بال یعنی خاطره انسان رو، فکر انسان رو مشغول می سازد. هر یک دیگر حالتی که فکر انسان رو مشغول می سازد و به خشوع انسان خلل می رساند، در آن حالت نماز نفلی رو خواندن مکروه است. دیگر خودتون تصور کنید، مثلا اگر یک مادر طفل داشته باشد و طفلش رو در یک جای ناآرام گذاشته باشد، یا در خانه مثلا بعضی چیزهای خطرناک اگر موجود باشد، یا طفلش در حالتی گریه کردن باشد و مادر خواهد که نفل خواند، یا هنگام خوابیدن طفلش نفلش رو آغاز کرد، اما بعد یعنی طفلش، دخترش، پسرش بیدار شود و این توجه خود را به نماز دادن گیرد، نماز خود را خواندن گیرد، نخواهد که رود به طفل، یعنی به نزد طفلش. این هم یک حالتی کراهت می باشد برای اون که عموما مادر دلش ناآرام می گردد، یا دلش پریشان می باشد که طفلم خوب باشد، پسرم خوب باشد، دخترم خوب باشد، چی شده باشد. این گونه حالت‌های کراهت می باشد. خب انشاءالله اکنون میگذاریم به باب اذان. 2 صحیفه است، اما انشاءالله در یک 10 دقیقه تا 45 دقیقه کوشش میکنیم که به پایان رسانیم. این اونقدر تفصیلات مشکل ندارد. خب باب الاذان میگوید که سنة الاذان والاقامه سنة مؤکده للفرائض ولو منفردا. سنت هست، یعنی سنتی مؤکده هست. مؤکده میگوید سنتی مؤکده هست. اذان و اقامت گفتن این سنتی تاکید شده هست، مؤکده هست برای نمازی فرض، للفرائض، برای نمازی فرضی، گرچه که ولا منفردن، گرچه که انسان تنها باشد، یا خواه انسان خودش تنها بخواند، یعنی مرد خودش تنها بخواند، چون که عموما مردها باید در جماعت بخوانند. در جماعت نماز خواندن این هم سنتی مؤکده هست. اداء و قضاء، چی نماز را در حالت ادا، یعنی در حالتی که همون وقتی ادا کردن نماز هست، همون وقتی نماز هست، دیر نشده است، چی در وقتی اداهش باشد یا چی در وقتی قضاهش باشد، چی در سفر باشد چی در حضر باشد، یعنی چی در وقتی سفر چی در وقتی در خانه بودن، در وطن بودن یا مسافر نبودن باشد. برای مردان و کوریها و هر دوی آنها، یعنی اذان اقامه گفتن برای زنان مکروه است. اکنون این سنت مؤکده که گفته می شود، این قدر مهم هست و تاکید شده هست، یعنی خاص مخصوص به همین اذان و اقامه، که این به درجه واجب هست، چون که این از شعائر اسلام شماریده می شوند. از شعائر اسلام، از اعلاناتی و از همین شعائر مهم اسلام چون که می باشند حساب می شوند. درجه آنها خیلی مهم هست و باید که در هر دولت اسلامی و در هر مسجد باید اذان اقامه گفته شود.
و بلند یعنی اذان داده شود. و بعدا مؤلف میگوید و یکبر فی اوله، یعنی طرزی اذان را برای ما میفهماند که چگونه باید اذان داده شود، چه چیزها باید گفته شود. میگوید که در اول اذان 4 بار تکبیر میگوید. و یثنی یکبر فی اوله 4 4 مراتبه تکبیر میگوید. و یثنی تکبیر آخره که باقی الفاظه، و در آخر یعنی پیش از جمله آخر لا اله الا الله تکبیر رو 2 بار میگوید و مانند دیگر لفظهایش و مانند باقی مانده لفظهایش. ولا ترجیع، خب پیش از آن که به ترجیع رویم، طبقی مذهب حنفی است، تنها طبق مذهب حنفی و دیگر مذاهب هم می باشد الله اکبر در اول 4 مراتبه گفته می شود. مثلا طبق به فکرم مذهب مالکی 2 بار گفته می شود، اما طبق مذهب حنفی 4 بار گفته می شود. یعنی که ما میگوییم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این شد 4 مراتبه. بعد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. پس همین الله اکبر که من در آخر پیش از آخران جمله که گفتم 2 بار گفتم. برای همین در اول چی میکند؟ وضاحت میدهد که تکبیری که در اول از آن گفته میشه 4 مراتب باید گفته شود و تکبیری که در آخری از آن میآید 2 بار باید گفته شود و مانندی باقی مانده لفظهایش. ولا ترجیع فی الشهادتین، و در 2 شهادتین، یعنی در اشهد ان لا اله الا الله و در اشهد ان محمد رسول الله، در هر دوی این جمله ها ترجیع وجود ندارد. ترجیع چی معنا هست؟ یعنی ترجمه ندارد. این رو باید شما بفهمید. ترجیع آن عملی رو گفته می شود. خود امام شورنبولاری در مراقی هم میفهماند، میگوید که ولا ترجیع فی کلمتی الشهادتین لأن بلالا رضی الله عنه لم یرجع. ترجیع نیست در هر دوی شهادتین، برای آن که بلال رضی الله عنه ترجیع نمی کرد. و ترجیع هو ان یخفض صوته بالشهادتین ثم یرجع فیرفعه بهما. ترجیع این آن عملی رو گفته می شود که اول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را خاموش، همون مؤذن در نزد خود خاموش بگوید. یعنی که اینقدر خاموش نه که مردم نشنوند، مردم میتوانند بشنوند، در گرد و گردش در گرد و برش میتوانند که بشنوند، اما در اول با صدای خاموشتر میگوید و بعدا صدای خود را بلند کرده دوباره تکرار میکند. یعنی که ترجیع این گونه هست. بعد از آن که میگوید الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. دیدید که من اولا 2 بار با آوازی پست گفتم نزد خود گرچه که شنیده می شود و بعدا بلند کردم صدایم را. این طریقه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو محذوره درس داده بود، مؤذن مکه. در اول اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو محذوره همین شکل را با ترجیع کردن برای ابو محذوره یاد داده بود که در مکه این گونه از آن داده می شد، اما به بلال رضی الله عنه در مدینه به ترجیع درس داد، به ترجیع آموزاند. برای همین ما پیروی میکنیم با همان اذانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بلال رضی الله عنه یاد داده بود و این به ترجیع هست. برای همین امام شورنبولاری میگوید و ترجیع نیست در هر دوی شهادتین. والاقامه مثله، و اقامه به مانند آن هست، یعنی به مانند اذان هست. کلمه هایش همش یک هست، تنها و یزید بعد فلاح الفجر الصلاة خیر من النوم. تنها در کجا یعنی فرق میکند؟ پس از آن که در نماز فجر گفته شود حی علی الفلاح، باید که الصلاة خیر من النوم گفته شود 2 مراتبه. و بعد از آن که بله در اینجا اقامه گفت و بعدا
گفت که و زیاده کرده می شود بعد از اذان بله بعد از اقامت فجر و بعد از فلاح اقامه بخشش. در اینجا اول اقامه گفته و بعدا اذان فجر را آورد و بعدا دوباره اقامه را آورد. من هم سرگم زدم، در اینجا ترتیبش اونقدر خوب نیست. بعد از در وقت اذان فجر باید الصلاة خیر من النوم دوباره اضافه کند، یعنی که اول میگوید که و اقامه با مانند اذان هست و فرق اقامه رو بعد از یک جمله میارد قد قامت الصلاة، اما پیش از آن که فرق اقامه رو بیان کند میگوید که در اذان فجر بعد از حی علی الفلاح چی میگوید؟ الصلاة خیر من النوم. مؤذن باید الصلاة خیر من النوم بگوید که نماز از خواب بهتر است، 2 مرتبه. و بعد از حی علی الفلاح در اقامه باید که قد قامت الصلاة بگوید 2 مرتبه، یعنی که نماز قائم شد. و یتمهل فی الاذان. اکنون یک فرق بین اذان و اقامه این است که اذان باید که با شکلی یعنی با آهستگی، با آرامی، آهسته گفته شود، حالان که اقامه باید با سرعت گفته شود. یسرع سریع، یعنی که با سرعت زود باید گفته شود. و بعدا میگوید ولا یجزی بالفارسیه و این علم انه اذان فی الاصح. من برای شاگردان اینجا که درس میدهم اینها فارسی زبان نیستن، برای همین این براشون کم درک عجایب هست که فارسی در اینجا چی کار دارد، اما من و شما که فارسی زبان هستیم این برای ما جالبتر هست. و امام شرمبولانی میگوید چون که در عموما علمای اسلام اولا با زبان عربی یعنی عرب بودن و بعد از این میدانید که در ماوراء النهر خیلی زیاد علمای اسلام پیدا شده بودند، برای همین اکثر آنها فارسی زبان بودند و این چنین در خلافت‌های اسلامی هم زبان فارسی و این چنین زبان ترکی خیلی زیاد یعنی شهرت داشت. به هر حال از این سبب در اینجا میگوید که و این چنین فقه حنفیش ما میدانید امام ابو حنیفه در اصلش فارسی زبان بود و غیره. میگوید ولا یجزی بالفارسیه و جایز نیست اذان را و اقامه را و غیره را با زبان فارسی گفتن. و این علم انه اذان فی الاصح، گرچه که یا اگرچه مردم بدانند که این اذان هست طبق قول صحیح تر. فهمیدید؟ یعنی که اذان اقامه باید با زبان عربی داده شود. و بعدا میگوید و یستحب ان یکون المؤذن صالحا، یعنی از جمع مستحب های اذان و اقامه چیست؟ میگوید که مستحب هست که مؤذن باید شخصی صالح باشد، عالما بالسنة و اوقات الصلوات، و باید عالم باشد یعنی بداند، علم داشته باشد، آگاه باشد از سنت ها و از وقت نماز ها. البته این واضح هست برای چی. و علی وضوء، باید با پای وضو باشد، با پای طهارت باشد، در حالت طهارت باشد، مستقبل القبلة، رویش رو به طرف قبله گرداند، الا ان یکون راکبا، مگر اگر در حالت سوار شدن باشد. و یجعل اصبعیه فی اذنیه، و انگشتان خود را در گوشهایش داخل کند. خب یا در گوشهایش گذارد. خب یعنی که از 2 طرف گوشش اگر این گونه دستهایش رو یا انگشتانش رو اگر گذارد این سببی بلند کردن صدایش میگردد. البته این ضروری نیست، این تنها مستحب هست، مخصوصا در زمانه ما چون که بلندگویک هست، لاسپیکرها هست و صدای انسان بلند می شود از مناره های مسجد. اگر یعنی مناره باشد و بلندگویک باشد این ضروری نیست، مستحب هست. و این قسمتش هم مستحب هست. یحول وجهه یمینا بالصلاة و یسارا بالفلاح، هنگامی گفتنی حی علی الصلاة، حی علی الصلاة چی میکند؟ روی خود را به طرف راست میگرداند، یعنی وقتی که میکشد حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، به یک طرف روی خود را میگرداند. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، به طرف چپ میگرداند هنگامی کشیدنی فلاح. و یستدیر فی صومعته، و در صومعه همون مناره رو گفته میشود که در بالای مسجد هست، عموما برای دادن اذان. یستدیر دور میزند، یعنی که اگر کفایه نکند در دادن رویش به طرف راست و چپ و بلندگویک هم نداشته باشد و یعنی در یک دولتی باشد که بلندگویک نباشد، میکروفون خیلی چیزا نباشد، در این حالت میتواند که یعنی برایش مستحب هست که دوره زند از یک کنج مناره به دیگه کنج مناره
دور زند تا اینکه صدایش تمام همون محله رو، تمام همون منطقه رو فرا گیرد، یعنی برسد. و یفصل بین الاذان و الاقامه. خب پیش از آن که به این روم، چون که در زمانه ما میکروفون هست، شما خودتون میدونید دولت ها پیشرفته هست، در مکه مدینه خیلی زیاد پیشروی هست. عموما اگر یعنی امام دوره زند یا اینکه رویش رو به طرف راست و چپ گرداند، همون میکروفونی که در پیش دهانش هست صدایش رو نمیگیرد. برای همین عموما در زمانه ما شاید که بهتر هست و استحباب در این باشد که این کار رو نکند، تا اینکه همون میکروفونی که در نزد دهانش هست صدایش رو خوب گرفته تواند. به هر حال و این رو ما میبینیم از جهت عملی، حتی در حرم مؤذن وقتی که اذان میدهد همون روی خود را زیاد دور نمیزند و زیاد نمیجنبد، تا اینکه همون صدایش به میکروفون مستقیما یعنی درست و روشن رسد. و میگوید و یفصل بین الاذان والاقامه بقدر ما يحضر الملازمون للصلاه مع مراعاه وقت المستحب. و فاصله می اندازد. یفصل، ببینید کلمه توجیکی هم هست، فاصله می اندازد بین اذان و اقامه به این مقدار که ملازم ها، کارگرها بتوانند که حاضر شوند برای نماز با رعایت کردن وقت مستحب. یعنی که وقت مستحب رو باید در وقت دادن اذان و اقامه چی کنند؟ رعایت کنند. البته در زمانه ما و در اکثر دولت ها از سببی که یعنی ما در زمانه زندگی میکنیم که یعنی مخصوصا در دولت هایی که دولت های مسلمان نیست یا دولت هایی هست که البته پیش رفته هست و وقتی کار و وقتی درس، وقتی مکتب، کارخانه ها و غیره همش یعنی دقیق و پوره خیلی یعنی با دقت گفته می شود و اجرا کرده می شود. از این سبب یعنی وقت‌های وسیع نیست، هر کس نمیتواند به دل خودش کار کند و از کار برآید. از سبب یعنی تعیین بودن وقت‌ها عموما مساجد چی میکنند؟ الکی وقتی هر نماز رو تعیین میسازند، مقرر میکنند پیش از پیش. و اونقدر یعنی از سبب ابرناک بودن آسمان یا از سبب گرم بودن یا خنک بودن وقت‌ها رو عوض نمیکنند. شاید این رو شما اهمیت داده باشید. کسانی که یعنی شوهرهایشون به مسجد میروند، پسرهایشون به مسجد میروند، وقتها یعنی عموما هر یک چند ماه پس البته تغییر میکند از سبب زمستان و تابستان بودن، اما عموما روز به روز تغییر نمیکند، چه آفتابی باشد، چه ابری باشد، چه خنک باشد، چه گرم باشد. برای اون که این خیلی دشواری رو پیدا میکند یا ایجاد میسازد برای ملازمان، برای کارگران و برای کسانی که مکتب خوان هستند، برای کسانی که کار میروند و برای یعنی عموما برای مردم مشکلات رو پیدا میکنند، چون که نمیدانند که وقتی نماز کی میشود. برای همین عموما مساجد وقت‌های نمازها رو تغییر نمیدهند وابسته به این گونه یعنی حالت‌های مختلف، چون که یعنی این تنها وقت‌های مستحب هست، یعنی اجرا کردن این وقت‌ها مهم نیست، یعنی که فرض نیست، لازمی نیست، حتمی نیست اگر فایده در نکردنش باشد. و میگوید و فی المغرب بسکتة قدر قراءة 3 آیات قصار او 3 خطوات. هنگام نماز مغرب بین اذان و اقامه خیلی زیاد وقت فاصله داده نمی شود، بلکه یک وقت خاموش، سکته یعنی خیلی یک وقت خاموش، خیلی یک وقت کوتاه خاموش می ایستد که به مقداری 3 آیت کوتاه می باشد، خواندنی یعنی تلاوت کردن 3 آیت کوتاه می باشد، یا به مانندی راه گشتنی 3 قدم می باشد. یعنی خیلی وقت کوتاه، خیلی یک فاصله کوتاه بین اذان و اقامه داده می شود. و یثوب كقوله بعد الأذان الصلاة یا مصلین. و بعد از گفتنی اذان و اقامه چی میکند؟ بعد از گفتنی اذان چی میگوید به مردم؟ یعنی مردم را تشویق میدهد یا مردم را آگاهی میدهد با کلمه های خود. میتواند مردم را بگوید که یعنی بخیزید. میتواند به زبان عربی باشد، به زبان فارسی باشد، فرق نمیکند. الصلاة یا قوموا للصلاة یا مصلین، بخیزید یا قطار شوید یا آماده شوید. همین گونه یک چیزی بگوید به مردم که مردم آماده شوند به اقامه و به نماز. و میگوید که مکروه هست تلحین. چی چیزها مکروه هست؟ میگوید که لحن کردن، یعنی که اذان رو با این یعنی با این گونه گفتن که به مانند آهنگسازی شود و آهنگسازی که با خطا یعنی با خطاگی باشد. امام شرنبولاری در مراقی میگوید که هو التطریب والخطأ فی الاعراب.
میگوید که خطا کردن در اعراب، خطا کردن در گفتنی، در ادا کردن اذان، این کراهت دارد. و اگر انسان خواهد که آواز خود را اینقدر یعنی با مانند آهنگ سازد که خطا کند و اعراب هایش و مدهای اذان یا مدهای همان کلمه ها فرق کند، تبدیل شود، این البته که درست نیست، کراهت دارد. اما آواز خود را زیبا ساختن این مطلوب هست، این جایز هست. میگوید و اما تحسین الصوت بدونه فهو مطلوب. آواز خود را مؤذن اگر زیبا سازد و البته اذان را باید کمتر کشد، این باکی ندارد تا آن دمی که خطا و لحن نشود. اقامت المحدث و اذانه، و کسی که محدث باشد، کسی که در حالت حدثی اصغر باشد، اقامه و اذان دادنش مکروه است. و اذان دادن شخصی جنوبی و پسرچه‌ای که عقل نداشته باشد، یعنی که تا حال تفکر نداشته باشد، و مجنون، البته کسی که بی عقل باشد، کسی که نشه باشد، مست باشد، زن نمیتواند اذان اقامه داده، چون که صدایش رو باید بلند کند بعد تمام محله و این درست نیست، یعنی به خلاف حجاب می باشد. و فاسق و شخصی فاسق، یعنی که شخصی که یعنی گناهان خود رو آشکار می سازد. و قاعد و شخصی که نشسته باشد، یعنی در وقت نشسته اذان دادن این کراهت دارد. اگر تنها خودش باشد در یعنی در وقت نماز قضای خود را ادا کردن و غیره، این کراهت ندارد، اما در حالت عمومی کراهت دارد. و الکلام فی خلال الاذان و الاقامه، و گفتگو کردن، گپ زدن در مابین در یعنی هنگام دادن اذان یا اقامه این هم مکروه است. و اگر این گونه بکند، اگر در مابین گفتن اذان یا اقامه اگر گپ زند، مستحب هست که اذان را دوباره سر کند، دونه هم مگر اقامه رو نه. یعنی که یعنی که اذان رو در مابین اذان اگر گپ زند بهتر است که اذان خود رو دوباره آغاز کند. اما در مابین اقامه اگر گپ زند نه، میتواند که ادامه دهد، اما باز هم یعنی گپ زدنش مکروه بود. و بعدا میگوید و یکرهان للظهر یوم الجمعه فی المصری. یکرهانی چی معنا دارد؟ مکروه هست برای نماز ظهر اذان و اقامه دادن در روز جمعه در شهر. این چی معنا دارد؟ چون که در روز جمعه نماز جمعه جای نماز ظهر را میگیرد و در مسجد جامع در شهر نماز جمعه به جای نماز ظهر خوانده می شود و برای نماز جمعه اذان داده می شود، اقامه داده می شود. یعنی جایش رو نمیگیرد، اما بله تا یک درجه میتوانیم بگیم که جایش رو میگیرد، یعنی اذان برای نماز جمعه داده می شود. پس از آن که نماز جمعه یعنی قائم شد و مردم نماز جمعه را خواندن، اگر کسی نماز جمعه را نخوانده باشد یا یک چند نفر نماز جمعه را نخوانده باشند، آنها باید نماز ظهر خود را قضا کنند. پس برای نماز ظهر اذان و اقامه جدا دادن کراهت دارد در شهر، چون که نماز جمعه تنها در شهر، در مسجد جامع، در مسجد شهر خوانده می شود، در قریه ها خوانده نمی شود. فهمیدید؟ پس اگر مردم قریه در روز جمعه برای ظهر اذان اقامه بدهند کراهت ندارد. و یؤذن للفائته و یقیم. اکنون از اینجا درباره نمازهای قضایی میگوید که آیا برایشان اذان و اقامه گفتن لازم هست یا نه، باید گفته شود یا نه. میگوید که و اذان داده می شود برای فائته، فوت شده، یعنی برای نماز قضایی، و این چنین یقیم و این چنین اقامه داده می شود. و کذا لأول الفوائت، اینش درباره یک تا نماز قضا شده است و این قسمتش درباره چند تا نماز قضا شده است. یعنی که اگر انسان چندین نمازش قضا شده باشد، برای یکمین نماز قضاییش اذان میگوید و اقامه میدهد، و برای باقی ماندهش میتواند که اذان نگوید اما باید اقامه بگوید. فهمیدید؟ و یؤذن و اذان میدهد برای فائته، برای نماز قضا شده، و این چنین اقامه میدهد، و این چنین برای یکمین نماز فوت شده، یعنی از چندین تا نمازها برای یکمش اذان میگوید. و مکروه هست ترک کردن اقامه، یعنی برای تمام این نمازها اگر نخواهد که اقامه بگوید این مکروه هست، اما اگر نخواهد که اذان بگوید برای هر یک کدامش مکروه نیست. میتواند که تنها یک اذان رو برای یکمین نماز قضاییش بگوید
و بعدا اقامه بگوید، نماز قضایی یکمش رو بخواند و بعدا پیش از قضا کردن نماز دوم تنها اقامه، سوم، چهارم همون چند قدری که داشته باشد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 5 هجری در جنگ خندق از سبب جنگ و مشغول شدن با جنگ 4 نماز خود را از دست داد با صحابه رضی الله عنهم. از نماز عصر تا عشاء، عصر مغرب از نماز ظهر عصر مغرب عشاء به فکرم، و همین خیلی 4 نماز را پی در پی قضا کرده بودن، یعنی از دست داده بودن، فوت شد. و بعد از جنگ پیامبر صلی الله علیه و آله به بلال رضی الله عنه امر کرد که برای هر یکی از آنها، گرچه که قضا می‌خواندن، اما برای هر یکی از آنها هم اذان گفته شد و هم اقامه. پیش از هر یک نماز قضایی اذان و اقامه گفته شد. البته زنها هنگامی که قضا میکنن نمیگویند. این برای شما، برای زنها نیست، این برای مردها هست. و اذا سمع المسنون منه، اکنون این قسمت آخرانش، خب 1-2 دقیقه دیگر انشاءالله درس رو به پایان میرسونیم. کسی که از آن رو میشنود چی باید کرد؟ و وقتی که میشنود مسنون رو، یعنی از آن سنتی رو، از آنی که طبق سنت هست، امسک عن التلاوتی، اگر در هنگام تلاوت قرآن باشد امساک میکند، یعنی که یعنی قطع میکند همون کارش رو، وقفه میکند. و قال مثله، و به مانند از آن تکرار میکند، اما در یک جایش فرق هست. خب یا در 2 جایش. حوقله فی الحیعلتین، حوقله میکند. خیلی که ما میگویم و کبره، کلمه کبره برای تکبیر گفته می شود، یا سبح برای تسبیح سبحان الله گفته می شود. حوقله یعنی که لا حول ولا قوة الا بالله میگوید هنگامی حیعلتین، 2 حیعله یا 2 حیعله. چی معنا دارد؟ وقتی که مؤذن میگوید حی علی الصلاة، بیایید به نماز، اکثر مردم همین گونه میکنن که میگوین حی علی الصلاة، تکرار میکنن، اما انسان باید بگوید لا حول ولا قوة الا بالله. و وقتی که مؤذن میگوید حی علی الفلاح، بیایید به پیروزی، به بردباری، به کامیابی، باید انسان چی تکرار کند؟ لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی باید نگوید بیایید به نماز، مؤذن میگوید بیایید به نماز، یعنی کسی شنونده هم بگوید که بیایید به نماز، بلکه به مانندی که قبول میکند این دعوت رو، میگوید نیست هیچ قوتی مگر با الله سبحانه و تعالی، با دادنی از جانب الله سبحانه و تعالی. یعنی که البته که قبول میکنیم با اون قوتی که الله سبحانه و تعالی با ما میدهد برای لبیک گفتن. و هنگامی که مؤذن در نماز صبح میگوید الصلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتر است، انسان چی جواب میگرداند؟ صدقت و بررت، راست گفتی و خوب کردی. یعنی چی گپی خوبی گفتی، صادق هستی. یا اینکه میتواند ماشاءالله بگوید. فهمیدید؟ ثم دعا، و پس از آنکه اذان به پایان رسد دعای اذان رو میخواند، یعنی که دعا میکند از الله سبحانه و تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم وسیله رو طلب میکند. وسیله چطوری که در حدیث می آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما میفهماند که وسیله از همه مقام بلندترین هست نزد الله سبحانه و تعالی در جنت، که تنها برای 1 نفر اون درجه مقرر شدگی هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده است که ما برایش از جانب الله سبحانه و تعالی مقامی محمود را، وسیله را طلب کنیم. خب همون مقامی از همه بلند را به پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب کنیم. پس در این دعا همون معنا می آید. ما باید پس از آن دعا کنیم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی، ای پروردگار این دعوت کامل و نماز برپا، آتی بده، عطا کن، آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خب و آن مقام محمودی که وعده کردی برایش
биде, яъне ӯро бирасон ба ин мақом. хуб, яъне дуо пас аз азон гуфта мешавад. ва иншоаллоҳ дар ҳамин ҷо дарси мо ба поён мерасад. субҳаналлоҳи ва биҳамдиҳи, субҳанакаллоҳумма ва биҳамдика, нашҳаду ан ла илаҳа илла анта, настағфирука ва натубу илайк. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.